با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم، چون در بسم الله نام الله است، در آن برکت است. ما از این سیرت پیامبر، سیرت نبی صلی الله علیه و سلم از ابن هشام البصری که مختصر آن را با همراهی شما درس گذشته مقدمه آن را شروع نمودیم و در این سیرت پیامبر در بیان علم سیرت نبوی شریف صلی الله علیه و سلم، بیان تعریف آن و اهمیت آن و ثمره های آموزش این سیرت و مختصر زندگی نامه ابن هشام صاحب کتاب که از او ذکر شده است. و قسمت اولی که ما درس گذشته با همراهی شما گرفتیم این عهد مکی بود، دوره مکه بودن، یعنی دوره پیش از رسالت و نبوت و ذکر نسب پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کرده بودیم. نسب مبارک او صلی الله علیه و سلم محمد ابن عبدالله را ذکر نمودیم با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی و ذکر نذر عبدالمطلب برای ذبح فرزندانش که از فرزندانش این را هم بیان کردیم و همچنین در درس گذشته در بیان ذکر نذر عبدالمطلب برای ذبح یکی از فرزندانش و ازدواج عبدالله با آمینه و مرگ عبدالله و به دنیا آمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم و آوان یا که دوران شیرخوارگی او و صحبت کردیم در بیان پدر پیامبر صلی الله علیه و از شیرخوارگی و مادر او و حادثه حلیمه درباره آن چیزی که از خیر و برکت از قبول پیامبر صلی الله علیه و سلم به دست آورده بود و همچنین بیان حادثه‌ای که دو فرشته که شکم پیامبر صلی الله علیه و سلم را شکافتند و همچنین بازگشت حلیمه پیامبر صلی الله علیه و سلم را به مادرش و گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم که همه پیامبران چوپانی کرده بودند، گوسپندچرانی کرده بودند و من هم همچنین، و سپس بیان وفات آمینه و عبدالمطلب و با مسئولیت با عقده گرفتن عباس بر آبدهی آب زمزم و کفالت ابو طالب بر پیامبر صلی الله علیه و سلم و ملاقات پیامبر صلی الله علیه و سلم با بحیرا و همچنین جنگ فجر و ازدواج پیامبر صلی الله علیه و سلم با خدیجه و فرزندان خدیجه، این قسمت را با همراهی شمایان با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی صحبت کردیم. اما امروز باشد قسمت های دیگری از این زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم که خیلی قسمت های زیبایی هم هست. قسمت دوم ارصاحات النبویه، علامت های پیش از نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم. از این قسمت ابن هشام شروع می نماید. می فرماید که ابن هشام که حدیث خدیجه مع ورقه و صدق نبوتی، می فرماید که صحبت خدیجه رضی الله عنها با همراهی ورقه و درستی پیشگویی ورقه درباره آن که پیامبر صلی الله علیه و سلم این نشانه های نبوت او صلی الله علیه و سلم است. این قسمت خیلی زیباست. ابن اسحاق رحمه الله تعالی می فرماید که وكانت خديجة بنت خويلد قد ذكرت لورقة ابن نوفل ابن اسد ابن عزة. ابن اسحاق می‌فرماید که خدیجه بنت خویلد یعنی که همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم با ورقه ابن نوفل ابن اسد ابن عبدالعزة که پسری عمه او بود و نصرانی بود، در دین نصارا بود و کتابها را پیشگیری میکرد، یعنی کتابهای دینی را و از علم این کتابها آگاهی بود و آنچه را که غلام خدیجه میسره رضی الله عنه از سخن راهب شنیده بود که بر خدیجه قصه کرده بود، یکی در هنگام سفر که درس گذشته بیان کرده بودیم چی معجزه ها را دید و چی چیزهایی را دید و وقتی که دو فرشته او را زیر سایه گرفته بودند در گرمی، همه این قسمت ها وقتی که این قصه ها را بر ورقه ذکر یادآوری کردن، در این جواب ورقه گفت که ای خدیجه، اگر همه این سخن ها حق باشد پس محمد پیامبر این امت است. گفتم پس محمد پیامبر این امت است و فرمودن ورقه که من میدونم که برای این امت پیامبر منتظر است، یعنی این امت را یک پیامبر بزودی خواهد آمد و این زمان آن رسیده است و این زمان آن زمان رسیده است که باید این پیامبر ظهور نماید. از قصه های از شنیدنی هایی که خدیجه بر ورقه گفت این جواب رو از ورقه شنید، چون گفتیم ورقه
насронӣ буд ва китобҳои умматони пешинро мехонд ва аз нишонаҳои нубувват бохабар шудагӣ буд. ва сипас мефармояд ки ҳадису буньяни Каъба ва ҳукму расулиллаҳи саллаллоҳу байни алқурайш фи вадъи алҳаҷар, яъне ки ҳодисаи буньёди Каъба, ҳодисаи буньёд яъне ободсозии Каъба ки қисмате аз он хароб шуда буд ва дар ин ҷо дар ин ҳодисаи буньёди Каъба доварии расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам миёни Қурайш дар гузоштани санг, он санги сиёҳ ки байни онҳо низоъҳо шудагӣ буд. Дар ин ҷо Ибни Исҳоқ мегӯяд ки фаламма балага расулуллоҳи саллаллоҳу алайҳи ва саллам 35 санатан, ҳангоме ки расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба синни 35 солагӣ расида буданд, як ҷавони қудратманд бо фикру андеша, бо ахлоқу одоб ва амонатдор ба ин синни зебо расида буданд, иҷтамаат Қурайшун ли буньёни Каъба. ин ҳангом буд ки Қурайш аз барои бинои Каъба, ободии Каъба ҷамъ шуданд. Қурайшиҳо то ин ки Каъбаро бино кунанд ва обод созанд Каъбаро, чун бар вайрон кардани он ва босозии он иттифоқ карданд, яъне Каъбаро аз сар онро бино бисозанд. ва дар ин ҷо Абу Ваҳб ибни Амр ибни Абд ибни Имрон ибни Махзум ва ибни Ҳишам гуфтааст, яъне дурусташ ибни Имрон ибни Махзум бархост, яке аз ҷояш бархост ва сангеро аз Каъба бардошт, як сангеро. ин ҳангом ки санг аз дасти ӯ афтид ва санг ба ҷояш баргашт. Сангеро бардошт, хост онро ба ҷое бигузорад, санг аз дасти ӯ афтид, аз дасти ҳами ибни Имрон ибни Махзум. ва он гоҳ гуфт: эй ҷамъияти Қурайш, эй Қурайшиён, ба сӯи Қурайш хитоб кард, чун дар ин бинои Каъба сардорони Қурайш, мансабдорон, ҳасабдорон дар он ҷо қарор доштанд. Гуфт: эй ҷамъияти Қурайш, эй Қурайшиён. Бар онҳо гуфт: эй ҷамъияти мардум, яъне ки дар бораи он, яъне дар бораи бинои Каъба, аз он даромаде ки шумо доред ҷуз покиза, яъне ки ҷуз он даромади ҳалол чизе дигарро пешкаш накунед ва дар ин бинои Каъба маҳри зани фоҳишаро наёред, на судхӯрии рибохӯриро ки ҳамаи пули ҳаром аст, ва на он моле ки ба ситам аз касе шумо гирифтаед, ва на он моле ки аз касе шумо ба зӯрӣ гирифтаед. Инҳоро вориди аз барои бинои Каъба наоред, дур кунед. Ва Ибни Исҳоқ мегӯяд ки ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنيانها. ابن إسحاق میگوید که پس قبیله های قریش در کعبه، یعنی قبیله های قریش برای ساختن بازسازی کعبه سنگ ها جمع میکردند. هر قبیله جدا جدا سنگ ها را جمع میکردند و سپس از برای ساختن آن آغاز نمودند از پول حلال و پاکیزه تا آن دمی که بینای کعبه به جای رکن، یعنی آن سنگ سیاهی که هست، رسید و در این جا بود که بین همدیگر گفت و شنید شد، نافهمایی ها شد. هر قبیله میخواست این سنگ سیاه را که سنگ مقدس است در آن جای مقدس بگذارد. هر قبیله میخواست این کار را انجام بدهد به خاطر شرف این سنگ و مکانت آن. قریب بود که با هم جنگ نمایند، با قریب بود که خونریزی شود و هیچ قبیله نمیخواست که دیگری آن را بماند. هر کس به خود میخواست، هر کس به سوی خود میکشید تا آنجا رسید که میان آنها اختلاف شدید شد. اختلاف میان آنها شدت گرفت و سوگند خوردند، قسم یاد کردند، حتی خود را برای جنگ هم آماده کردند. در اینجا می‌فرماید ابن اسحاقی فزعم بعض اهل الروايات ان ابا امیه ابن مغیره ابن عبدالله ابن عمر ابن مخزوم، میگوید در بعضی روایات آمده است که ابو امیه ابن مغیره ابن عبدالله ابن عمر ابن مخزوم که در آن وقت از کلان سالترین قریشی ها به شمار می رفت، برای آنها گفت. چی گفت برای آنها؟ یا معشر القریش، ای جمعیت قریش، ای قریشیان، اجعلوا بینکم فیها. گفت ای قریشیان، ای جمعیت قریش، کلان سالترین آنها، ای گروه قریش، در آن چیزی که میان شما اختلاف شده است بگذار اولین کسی که از در این مسجد درآید وارد شود داور میان شما قرار بگیرد، میان شما حکم فرما باشد. کلان سالترین اینها ابن مخزوم با این قریشا گفت تا که خلاف شدید نشود، تا که جنگ قرار نگیرد، تا که کشتار نشود، چون حتی برای جنگ هم آماده شدند که سنگ مبارک را در آن موضع بگذارند، همون سنگی که ما بوسان میکنیم در حج در قسمی از کعبه ماندگی است. پس این ابن مخزوم برای آنها این وصیت را کرد.
گفت ای گروه قریشیان، در آن چیزی که میان شما اختلاف شده است بگذارید اولین کسی که بر این در مسجد داخل می شود بگذار آن داور باشد، بگذار داوری را آن به عهده بگیرد. همین بود که اولین کسی که بعد از دمیدن صبح اولین کسی که به آنجا رفت به نزد کعبه رفت این رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. هنگامی که تمام این قریشیان رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیدند گفتند این است امین، این است امانتدار، این است مرد با اعتماد و راستگو، ما راضی هستیم، او محمد است. خرسند شدند، ما راضی هستیم، بگذار بین ما داوری کند صلی الله علیه و سلم. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد آنها آمد و واقعه را با او گفتند، این نافهمایی که بین آنها شد برای این سنگ، رسول الله صلی الله علیه و سلم با حکمت بلندی بر آنها گفت یک پاره لباسی را بیارید، یک پاره متاعی را بیارید. پس یک پاره لباس یا متاعی را آورده شد و او صلی الله علیه و سلم متاع را در زمین کشید، در زمین گذاشت و این سنگ را با دست مبارک خود گرفت در بالای این متاع گذاشت و هر قبیله را از هر پارچه آن گفت بدارید. سپس فرمود هر قبیله از هر طرف این بدارد. این حادثه ها پیش از نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. حکمت او، عدالت او، مهربانی او صلی الله علیه و سلم. سپس رسول الله فرمود هر یک از قبیله از طرف آن همون لباسی که هم متاع بدارد و هر کس هم یک جو بردارد و هر کسی بردارد. این را گفت که داشته بودند آن را برداشتند و رسول الله صلی الله علیه و سلم با دستان مبارک خود آن را با جای مکانی که باید میگذاشت در آنجا گذاشت. سپس بر بالای آن دیگر با بنا کرده با کعبه را برداشتند. بارک الله فیکم. سپس میفرماید که اخبار کهان من العرب، خبر دادن کاهنان عرب، خبر دادن کاهنان عرب و الاخبار من الیهود و همچنین خبر دادن عالمان یهود و رهبان من نصارا و همچنین راهبان از نصارا. چی خبری؟ کاهنان عرب خبر دادند و عالمان یهود نیز خبر دادند و همچنین راهبان نصارا نیز خبر دادند. ابن اسحاق میگوید که عالمان یهود، راهبران نصارا و کاهنان عرب پیش از فرستاده شدن رسول الله صلی الله علیه و سلم از امر او سخن میگفتند که رسول را منتظر هستند. باید رسول در این زمان ما نزدیک است که باید ببراید. زمان ارسال فرستاده شدن پیامبر نزدیک شده است. البته در جامعه خبر منتشر شده بود. اما احبار من الیهود و رهبان من النصارى فعم و جحدوا. اما میگوید که علمای یهود و راهبان نصارا از آن چیزی که در کتاب‌های آسمانی خود دیده بودند میدونستند درباره صفات‌های آن حضرت صلی الله علیه و سلم و زمانی که او باید پیدا شود، مبعوث بر رسالت شود، یافته بودند و از وصیت‌های پیامبران خود که او آنها را بشارت داده بود که زمان آن نزدیک است و صفات‌های او را گفته بودند خبردار شده بودند. و کاهنان عرب باشد شیطان‌های جن بعضی از خبرها را که از آسمان می‌دزدیدند از زبان ملائک می‌شنیدند و آن را می‌گرفتند به نزد آنها می آوردند که آن زمان پیش از مبعوث پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. هنوز آن سنگ پرتایی ستارگان نبود، یک سنگ زدن ستارگان، نه که پیش از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم شیطان ها بر آسمان می رفتند و از آسمان صدا را می شنیدند و آن را گرفته بر این کاهنان آورده می دادند. پس این کاهنان یا کاهنه ها گاه خبرهای می گفتند که اشاره به بعضی واقعه های مربوط بر مبعوث پیامبر صلی الله علیه و سلم داشت، ولیکن عرب ها به این اهمیت نمیدادند، بی‌پروایی میکردند، بی اهمیتی میکردند، پروایی نداشتند به این واقعه، تا آنگاه که الله سبحانه و تعالی او را با پیامبری برگزید و آن چیزهایی که آنها پیش گفته بودند واقع گردید و مردم آنها را شناختند. این حقیقت را میفرماید که فلما تقارب امر رسول الله صلی الله علیه و سلم و حضر مبعثه حجبت الشیاطین عن السمع. چون وقتی که پیامبری الله صلی الله علیه و سلم مبعوث با پیامبری شدن، یعنی که مولود او نزدیک شد، فرا رسیدن گرفت، شیطان ها از شنیدن خبرها محروم گردیدند. الله آنها را محروم کرد. میان آنها
و جایهایی که برای دوزدن سخن میرفتند یا که می نشستند پراکنده شد، افکنده شد. پس این شیاطین با این ستارگان که شهاب میگویند با این ستارگان سنگسار کرده شدند و در این صورت بود که جنها دریافتند و فهمیدند و درک کردند که یک امر نوی از جانب الله سبحانه و تعالی برای این بندگانش رخ داده ایستاده است. از این جو پی بردند شیاطین و این خبر را در حال بر این کاهنان آورده رساندند. خبر بر این کاهنا در حال آورده رسانده شد و سپس می‌فرماید که انذار یهودی برسول الله صلی الله علیه و سلم، آگاه کردن یهودیان از آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم. قال ابن اسحاق میگوید و حدثنی عاصم ابن عمر ابن قتاده، میگوید ابن اسحاق عاصم ابن عمر ابن قتاده به من از مردم از قبیله اش روایت کرد و گفت ان مما دعانا الى الاسلام مع رحمت الله تعالی و هداه لنا، از جمله سبب‌هایی که ما را به اسلام دعوت فرمود، دعوت کرد، دعوت نمود، در برابر رحمت و هدایت الله به سوی اسلام از مردم از یهودیان چنین سخنها رو میشنیدیم. عرب گفته ایستاده است، میفرمایند که میان ما و آنها، یعنی که این یهود، دشمنی ها، کشمکشی های وجود داشت. وقتی که ما با آنها ضرر میرساندیم، آنها با ما میگفتند. چی میگفتند؟ میگفتند که زمان پیامبری قریب رسیده است، زمان پیامبری قریب رسیده است که براید پیامبر مبعوث بر پیامبری شود. میگفتند که و ما شما را با همراهی این پیامبر میکشیم، نابود میسازیم. این سخن را میگفتند مثل کشتن قوم عاد و ارم. یهود با سوی عرب این گونه سخن میگفتند. عرب ها میگویند که ما این سخن را از آنها بسیار میشنیدیم. این سخن را که زمان قریب شدن پیامبر نزدیک شده است اعلان میکردند یهود، و ما شما را مثل قوم عاد و ثمود و ارم میکشیم، نابود میسازیم شما را. منتظر بودن زمانی آمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم رو. اما فلما بعث الله رسوله عجبناه، اما میگه چون الله رسولش را فرستانید و او ما را به سوی الله دعوت کرد، ما او را جواب گفتیم و دریافتیم و قبول کردیم. عرب سرکشی نکردیم. و این میگوید همان چیزی است که یهودیان ما را با آن تهدید میکردند. یهود ما را با آن تهدید میکرد و میفرماید که پس ما از آنها در قبول این رسالت پیش گذاشتیم و ایمان آوردیم از یهود دیده، در حالی که یهود از ما با خبرتر بود، ولی که با رحمت الله ما پیش گذاشتیم، ما این رساله را پذیرفتیم، قبول کردیم. ولی آنها برعکس شدند، با او پیامبر صلی الله علیه و سلم کفر ورزیدند. در این حالت بود که درباره ما میگه، درباره ما و آنها آیت سوره بقره نازل شد. این قول الله سبحانه و تعالی که فلما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم، وقتی که از جانب الله کتاب، یعنی قرآن، به آنها آمد که تصدیق کتاب‌های پیشین بود، تصدیق آن کتابی که در پیش آنها بود در یهود. و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، در حالی که پیش از آمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم کافران فخر می‌کردند. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، پیش از مبعوث پیامبر کافران فخر می‌کردند که از ما پیامبری خواهد آمد، ما را می‌پذیریم، شما را می‌کشیم، نابود می‌سازیم. اما فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هنگامی که این پیامبر مبعوث شد و آمد، وقتی او را شناختند و دانستند، با او کفر ورزیدند، او را نپذیرفتند. در اینجا بود که فرمود فلعنت الله علی الکافرین، پس لعنت الله بر کافران بود، بر این سرکشیشان، لعنت الله بر کافران بر سرکشیشان. پس این عهدی چی بود؟ عهدی پیش از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم. اما می‌فرماید ثالثاً، قسمت سوم، من البعثة الى الحجره، قسمت سوم از برانگیخته شدن، یعنی که از بعثت پیامبری تا هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم. دعوت پنهانی، دعوت سریه، این قسمت رو با همراه شمایان بیان خواهیم کرد. می‌فرماید ابن اسحاق مبعث نبی صلی الله علیه و سلم تسلیما، میگه بعثت یعنی فرستانده شدن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. قال ابن اسحاق می‌فرماید یعنی بعثت پیامبر یعنی وقتی که الله متعال محمد صلی الله علیه و سلم را با پیامبری فرستانید. این قسمت ابن اسحاق می‌فرماید که
فلما بلغ محمد صلی الله علیه و سلم 40 سنه، هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به سن 40 رسید، 40 ساله شد، بعثه الله تعالی رحمت للعالمین، الله سبحانه و تعالی این پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم را رحمت از برای عالمیان فرستانید، او را رحمت از برای عالمیان قرار داد. کافة للناس بشیرا، برای تمام مردم، برای کافر و مؤمن، و بشارت دهنده آنها را، هر کسی که پذیرفت، و بیم دهنده آن کسانی که این رسالت را نمیپذیرند. و کان الله تبارک و تعالی قد اخذ میثاق على كل نبی بعثه قبله بالایمان به و التصدیق به. میفرماید که الله تبارک و تعالی و بلند مرتبه از هر پیامبری پیش از او پیمان گرفته بود. از هر پیامبری پیش از رسول الله صلی الله علیه و سلم از هر یکی آنها پیمان گرفته بود. چی پیمانه؟ چی پیمان گرفته بود؟ میفرماید که با اینکه بر محمد صلی الله علیه و سلم ایمان بیاورند و او را تصدیق کنند و او را در مقابل مخالفانش یاری بدهند. او را در مقابل مخالفانش یاری بدهند. این بود. یقول الله تعالی لمحمد صلی الله علیه و سلم، الله سبحانه و تعالی بر محمد صلی الله علیه و سلم میفرماید. چی میفرماید؟ و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. اینجا الله سبحانه و تعالی این قول را میفرستد در سوره آل عمران و میفرماید وقتی که الله سبحانه و تعالی از پیامبران پیشین پیمان گرفت. از پیامبران پیشین پیمان گرفت. چی پیمان؟ یعنی هرگاه کتابی آسمانی و حکمت به شما دادم، سپس پیامبری آمد، بعد از آن پیامبری آمد که آن چی را که نزد شماست تصدیق میکند، حتما او را تصدیق میکند و با آن ایمان میآورند و او را یاری میدهند. گفت آیا اقرار نمودید یا اقرار فرمودید؟ اقرار کردید، یعنی با آن عهدی که با آن پیوندی که بر عهده گرفته بودید. چی گفتند؟ بله گفتند ما اقرار میکنیم. و سپس فرمود قال اقررتم، آیا شما اقرار میکنید این را؟ و اخذتم علی ذلکم اسری، اقرار میکنید؟ گفتند پس گواه باشید. قالوا اقررنا قال فاشهدوا وان معكم من الشاهدین. قالوا اقررنا، آنها گفتند که ما اقرار نمودیم، تصدیق کردیم. قال فاشهدوا، گفت سپس شاهد باشید. و انا معكم من الشاهدین، و من هم بر شما گواه هستم. سپس اول ما بودع به الرسول صلی الله علیه و سلم الرؤیا الصالحه، اولین چیزی که به آن رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم آغاز یافت، الرؤیا الصادقه، رؤیا خوابهای صادق بود، خوابهای راستین. وحی الهی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم از این شروع شد، یعنی پیش از نزول وحی، پیش از مبعوث شدن با پیامبری، رسول الله صلی الله علیه و سلم خوابهای راستین میدیدند و هر چیزی که در خواب میدیدن همان طور در واقعیت رخ میداد صلی الله علیه و سلم. ابن اسحاق میگوید که از زهری، از عروه ابن زبیر، از عایشه رضی الله عنها روایت است، میگه شنیده است که گفت، یعنی که عایشه رضی الله عنها گفتند، این که گفت ان اول ما بدأ به الرسول صلی الله علیه و سلم من النبوة، اولین چیزی که شروع شد از رسول الله از نبوت، حين اراد الله کرامته و رحمته للعباد به، هنگامی که خواست الله سبحانه و تعالی، هنگامی که الله خواست که او را کرامت ببخشد، کرامت بدهد و با بندگان او را به سوی رحمت بفرستد، با او رؤیاهای حقیقی نشان میداد، خوابهای حقیقی بر او صلی الله علیه و نشان میداد. و او صلی الله علیه و سلم هر خوابی را که در خوابش میدید، مثل این که دمیدن صبح چگونه که راستین است، همین گونه خوابهایش راست میبرآمد صلی الله علیه و سلم. عایشه رضی الله عنها
فرمودند الله متعال تنهایی را بر دل و نفس مبارک او صلی الله علیه و سلم محبوب قرار داد. تنها بودنش را برای رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش از نبوتش هیچ چیز برای او خوشتر و خوشگلتر نبود از تنهایی بودن. همه را ترک میکرد که تنها بنشیند و در خلوت قرار بگیرد. تسلیم حجارتی و شجر علیه. سپس میفرماید که سلام دادن سنگها و درختان بر پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی پیش از نبوت رسول صلی الله علیه و سلم سنگها حتی درختان بر رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام میدادند، سلام میگفتند. یعنی یکی از نشانه های پیش از پیامبری، ارسال شدن پیامبری، مبعوث و پیامبر بودن او این بود که سنگها بر او سلام میدادند. ابن اسحاق میگوید که بین اهل علم، بین عالمان روایتی هست که چون الله متعال خواست پیامبرش را صلی الله علیه و سلم را با کرامت بزرگ سرفراز بگرداند و این نبوت را بر او آغاز بکند، هرگاه که رسول الله صلی الله علیه و از برای حاجت از مکه بیرون میشد، یگام نیازمندی از مکه بیرون میشد صلی الله علیه و سلم تا به جای دیگری برود، تا آن دمی که از خانه ها دور میشد و دیدی رسول دور میشد و به سوی کوه ها میرفت، به سوی بالایی ها میرفت و به همواری های درهای مکه میرسید، یکی دور میشد از مکه و برمیگشت با می آمد. در آنجا بود که سنگ و درختان که رسول الله صلی الله علیه و از نزد آنها هنگامی که میگذشت میگفتند السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله، سلام بر تو ای رسول الله. این رو میشنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم گرد و گرد خود رو نظر میکرد، به طرف راست، به طرف چپ، به پشت خود مینگریست، نگاه میکرد، ولی چیز جز درختان سنگها نمیدید، هیچ کسی رو مشاهده نمیکرد. میفرماید که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم یک مدت چنین حالت رو در خود مشاهده میکرد، میدید برای درختان سنگان سلام میدهند و این رو رسول الله میشنید. همین بود که الله سبحانه و تعالی میخواست که او صلی الله علیه و سلم در آن هنگام از شهر مکه ببرد و اینها رو بشنود تا که آماده شدن بگیرد. و سپس بعداً جبرائیل علیه السلام با آن کرامت الله سبحانه و تعالی، آن چیزی که بر دوش جبرائیل علیه السلام بود وظیفه‌اش، به نزد او صلی الله علیه و سلم می آمد. در حالی که او صلی الله علیه و سلم تنهایی را دوست می داشت و تنها بود، در آنجا الله را عبادت میکرد در این غار. در حالی که او صلی الله علیه و سلم در این غار حرا قرار داشت، در ماه مبارک رمضان قرار گرفته بود در آنجا. سپس می‌فرماید که ابتداء و نزول جبرئیل علیه السلام، یعنی آغاز نزول جبرائیل علیه السلام، فرود آمدن جبرائیل علیه السلام با این بشارت‌های نیک، یعنی لحظه اولینه که فرشته وحی جبرائیل علیه السلام با وحی از جانب الله سبحانه و تعالی با تعیینات و فرمان او سبحانه و تعالی بر پیامبر الله صلی الله علیه و سلم نازل شد در ماه رمضان. و قال ابن اسحاق میگوید حدثنی وهب ابن کیسان مولى آل زبیر، میگه که وهب ابن کیسان غلام خاندان زبیر به من نقل کرد که گفت شنیدم که عبدالله ابن زبیر به عبید ابن عمر ابن قتاده اللیثی میگوید، بر او میگوید ای عبید برای ما بگوی چگونه آغاز گردید این وحی، چگونه آغاز گردید، آن چیزی که نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم با آن آغاز شد چی بود، چگونه بود؟ هنگامی که جبرائیل علیه السلام نزد او صلی الله علیه و سلم آمد و عبید این هنگام بود که میگفت و من هم حاضر بودم و او با عبدالله ابن زبیر و مردم جمع بودند سخن میگفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم هر سال یک ماه در غار حرا با عنوان عبادت در آنجا قرار می گرفت. در غار حرا به غار حرا می رفت، در آنجا مدت های طولانی قرار می گرفت، می ایستاد و این عمل پیامبر صلی الله علیه و سلم از سنت های نیک بود که قریش در دوران جاهلیت انجام دادند، یعنی که پرهیز نمودن رسول الله صلی الله علیه و سلم از گناه، از کفر و رو آوردن به سوی نیکی. ابن اسحاق میگوید وهب ابن کیسان به من روایت کرد و عبید گفت پیامبر الله صلی الله علیه و سلم هر سال آن یک ماه را در این غار حرا خلوت میگذرانید، در آنجا تنها می نشست، عبادت میکرد الله سبحانه و تعالی را و آن مسکینانی که نزد او صلی الله علیه و سلم آمدند به آنجا بر آنها غذا میداد، طعام میداد، بر آنها دست یاری دراز میکرد صلی الله علیه و سلم. و هنگامی که او صلی الله علیه و سلم از آن ماه عبادت فارغ میشد
شد، یعنی آن ماه عبادت رو به اتمام میرسانید و از غار حرا برمیگشت، اولین چیزی که انجام میداد در اطراف کعبه طواف میکرد. اولین کاری که انجام میداد در اطراف کعبه طواف میکرد. در اطراف کعبه طواف کرده بود. پیش از آنکه به خانه‌اش برگردد 7 مرتبه یا هر قدری که الله میخواست، سپس به خانه خود برمیگشت. یعنی که رسول الله ماه درازی را در غار حرا میگذارند با عبادت الله سبحانه و تعالی و هنگامی که برمیگشت نزد خانواده خود نه، بلکه نزد خانه الله سبحانه و تعالی آنجا عبادت میکرد، طواف میکرد، دور میزد، سپس به سوی خانواده خود برمیگشت صلی الله علیه و سلم و تا آن که رسید به آن ماه بزرگ. یعنی این ادامه یافت، همین کار رسول الله ادامه یافت تا آن ماه بزرگ ماه رمضان فرا رسید و الله سبحانه و تعالی میخواست که او را به آن کرامت و به آن رسالت سرفراز گرداند، قدر او را، منزلت او را، بزرگواری او را بیشتر بگرداند که این ماه مبارک رمضان بود. و در همان سال رسول الله صلی الله علیه و سلم چون عادتش بود که از اهل خانوادهش رو به غار حرا برود، در همان سال و همان شب که الله سبحانه و تعالی او را به رسالت سرفراز گردانید و به واسطه او صلی الله علیه و سلم بر مردم رحمت فرستانید، الله سبحانه و تعالی جبرائیل علیه السلام با امر الله سبحانه و تعالی نزد او فرود آمد، نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و قال رسول الله میگوید در اینجا جاءنی جبریل و انا نائم، میفرماید که جبریل به نزد من آمد در حالی که من خواب بودم. و در دست جبرائیل میگه یک متاعی بود. متاع را میدونه نه؟ یک لته بود. لته از دیباج از ابریشم نرم ملایم، یک نرم به نهایت ملایم در دست جبرائیل علیه السلام که در این ابریشم، در این دیباج نوشته شده بود اقرا بخوان. گفتم چی بخوانم؟ رسول الله گفتن چی بخوانم؟ میفرماید که پس مرا به آغوش گرفت و مرا فشار داد. میگه چنان بر من فشار داد، سخت مرا بر آغوش گرفت که گمان کردم که این مرگ است. مرگ بر سراغ من آمد. این حالت بود که رسول الله میفرماید که سپس مرا رها کرد، مرا سر داد و گفت بخوان اقرا. و گفتم دویم بار چی بخوانم؟ و بار دیگر بود که سخت مرا در آغوش گرفت، فشرد، چنان مرا فشرد که گمان کردم که من جان میدهم. رسول الله گفتن سخت. میفرماید سپس مرا رها کرد، سر داد مرا و گفت بخوان. و بار دیگر گفت که چی بخوانم؟ چون رسول الله اصلا خوانده را نمیتونستند بخوانند. برای هم رسول امیش میگویند دیگه نه خوانده را میتوانست نه نوشته را میتوانست. گفتم چی بخوانم؟ و این هنگام بود که میگه من این سخن رو تنها به خاطر آن گفتم که آن فرشته دوباره من را نجوقد، دوباره این کار بر من نکند. و آنگاه بود که گفت فرشته اقرا بسم ربک الذی خلق. بخوان ای محمد، بخوان ای پیامبر به نام پروردگارت، به نام آن پروردگار که آفرید این جهان، این عصر آفرید. بخوان اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، که آدمی را از پاره خونی بسته شده آفرید. اقرا و ربک الاکرم، بخوان و پروردگار تو بزرگ مهر است، ارجمندترین است. الذی علم بالقلم، پروردگاری که به واسطه قلم خلقش را تعلیم داد. علم الانسان ما لم یعلم، به آدمی آنچه را که نمیدانست آموزانید و از تاریکی های جهل به نور علم و معرفت راهنمایی کرد. سوره علق آیه 1:5. و رسول الله می‌فرماید که من آن را خواندم، سپس او جبرائیل علیه السلام ایستاد، در نزد من ایستاد و از من دور شد. گویا این که آن سوره که آن آیات ها در دل من، در خاطرم نوشته شده است، کاملا حفظش کردم. رسول الله می‌فرماید پس از آن بیرون رفتم، از آن غار بیرون رفتم. فرجعت حتی اذا كان في وسط من جبل، برگشتم چون در میان کوه ها بودم، یک صدای را سمعت صوتا، یک صدای را از آسمان شنیدم، یقول، که میگوید، هنگام برگشت، یا محمد، ای محمد، انت رسول الله و انا جبریل، ای محمد تو رسول الله هستی و من جبرائیل هستم. این سخن را از آسمان شنید رسول الله. هنگام بازگشت چون ترسیده بود، هنگامی که سری خود را رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی آسمان برداشت و به سوی آسمان نگاه کرد، جبرائیل را به صورت مرد میگه دیدم. جبرائیل به صورت یک مرد دیدم که میگه پایهایش تمام آسمان را فرا گرفته بود، در آسمان راست ایستاده بود، در هوا. میگه جبرائیل دیدم و او میگفت، جبرائیل علیه السلام، ای محمد تو رسول الله هستی
و من جبرائیل هستم. فقال، این هنگام رسول الله گفت فوقفت انظر الیه، راست ایستادم، در دهشت افتادم و به سوی او نگریستم، نظر میکردم به سوی جبرائیل. فما اتقدم و ما اتاخر، میگه هنگامی که اون را در آسمان جبرائیل دیدم به سوی آن نگاه میکردم در حالت دهشت، میگه ولی نمیتوانستم نه به سوی پیش بروم نه به سوی عقب بروم، شاخ شدم، دست و پایم از کار ماند. میگوید که رو به هر طرف آسمان کردم و هر سمت آسمان رو نگریستم، نگاه میکردم. پیامبر میگوید در حالی که جبرائیل علیه السلام در آسمان دیده میشد، در هر طرف آسمان را فرا گرفته بود. میفرماید که من در همان جا مانده بودم، نه پیش رفتم میتوانم نه عقب. میگه این هنگامی که تا که خدیجه رضی الله عنها فرستادگان خود را، یعنی کسی را به سوی پیامبر فرستاند است در جستجوی من. خدیجه میگه در جستجوی من کسی را فرستانید که آنها تا بلندی مکه رفتند ولی مرا نیافتند و برگشتند. در حالی که میگه رسول الله من در جای خود قرار داشتم، در جای خود بودند اما رفتند و برگشتند که مرا ندیدند. این هنگام بود که جبرائیل علیه السلام سپس از نزد من دور شد، رسول الله صلی الله علیه و میگه یقص علی خدیجه ما کان من امر جبرئیل معه. هنگامی که جبرائیل رفتند، رسول الله صلی الله علیه و سلم به خدیجه آنچه از واقعه روی داد شده بین او و جبرائیل علیه السلام گذشته بود نقل کرد، آن را بر خدیجه نقل کرد. این رویدادها را به خدیجه نقل کرد صلی الله علیه و سلم. پیامبر گفت من برگشتم تا نزد اهلم رفتم، نزد خانواده خود و در نزد خدیجه نشستم، سر و تنم را بر روی زانوی او تکیه دادم. خدیجه میگه او گفت ای ابوالقاسم، کنیه پیامبر، کجا بودی؟ در کجا بودی؟ خدیجه گفته است قسم به الله، سوگند به الله که من کسانی را برای تو فرستادم از برای جستجوی تو، رفتند و برگشتند ولی که تو را نیافتند. سپس رسول الله میفرماید که من او را از آن چیزی که دیده بودم آگاه کردم و از آن چیزی که شنیدم آگاه کردم او صلی الله علیه و سلم خدیجه را. در این هنگامی که خدیجه رسول الله صلی الله علیه و سلم آرام کرد، گفت خوش باش، آرام باش، نیک باش ای پسر عمکم و استوار بیمان، قوی باش. این مکان است که زنان صالحه و پاکدامان در نزد شوهران خود قرار میگیرند و در هر مصیبت سختی و آسوده حالی با شوهران خود دستیاری کمک میکنند. گفت خوش باش ای پسر عمکم و استوار و قوی باش. سوگند به الله، قسم به آن ذاتی که نفس خدیجه را در دست او دارد، در دست اوست. من امید دارم که تو پیامبر از این امت خواهی بود، پیامبر این امت خواهی بود، برای تو بشارت خیر است، این نیکویی است. سپس خدیجه بین ید ورقه تحدثه بحدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. سپس خدیجه رضی الله عنها نزد رفتن خدیجه نزد ورقه ابن نوفل و نشستن خدیجه در نزد ورقه و حادثه رسول الله صلی الله علیه و سلم با او نقل کردن. میفرماید ثم قامت فجمعت علیه ثيابها ثم انطلقت الى ورقه ابن نوفل. پس خدیجه برخاست، لباسهایش را به تن گرفت، لباسهایش را پوشید و در حال نزد ورقه ابن نوفل رفت، روانه شد. ورقه نصرانی بود و کتاب‌های آسمانی را خوانده بود و از اهل تورات انجیل نیز شنیده بود. این ورقه و او را از آنچه که رسول الله صلی الله علیه و دیده بود و شنیده بود از آن آگاه کرد. خدیجه ورقه را از این چیز آگاه کرد. در این هنگامی که ورقه گفت قدوس قدوس، این کلمات را ذکر کرد، گفت سوگند به آن ذاتی که جان ورقه در دست اوست، اگر آن چیزی که تو میگویی راست باشد، این ناموس اکبر است، یعنی فرشته بزرگ وحی است که نزد موسی علیه السلام آمد، که این هنگام نزد محمد صلی الله علیه و سلم آمده است امروز و این پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر این امت است. به او بگو، به او خبر بده که ثابت قدم باشد، قوی باشد، شجاع باشد، دلتنگ نشود. این هنگام بود که خدیجه رضی الله عنها نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و این بشارات را از سخن ورقه ابن نوفل بر رسول الله صلی الله علیه و سلم شنوانید. هنگامی که رسول الله دوره خلوت خود را انجام داده بود و برگشت و همیشه عمل میکرد به اون کارش، از کعبه آغاز مینمود، چون بیان کردیم ما، از کعبه آغاز میکرد و طواف میکرد، این کار انجام داد. فلقیه ورقه ابن نوفل، هنگامی که رسول الله کعبه را طواف کرد، ورقه ابن نوفل را در آنجا واخورد، یا اینکه ورقه ابن نوفل با او در آنجا واخورد. ورقه به رسول الله گفت ای پسر عمکم،
آن چیزی را که تو شنیدی و دیدی برای من بگو، قصه کن تا که من بشنوم، تا که من بدونم. و رسول الله صلی الله علیه و آله تمام واقعه را برای ورقه گفت، نقل کرد. فقال له ورقه، این هنگامی که ورقه بس سوی رسول الله گفت والذی نفسی بیده، قسم به نام آن ذاتی که جان من در دست او اینک نبی هذه امه، ای محمد تو پیامبر این امت هستی، تو بشارت دهنده و بیم دهنده این امت هستی، قوی باش. ولقد جاءك الناموس الاكبر الذي جاء موسى، بدرستی که این ملائکه‌ای که به نزد تو آمد، این ناموسی اکبر یعنی فرشته بزرگ وحی نزد آمد، این همان فرشته‌ای که به نزد موسی آمده بود است، جبرائیل است. اما بدون، در اینجا چی گفت ورقه؟ گفت اما بدون ای محمد که تو تکذیب کرده میشوی، تو دروغ شمرده میشوی، اذیت میبینی، از دیارت بیرون کرده میشوی، دور کرده میشوی، سور کرده میشوی، بدرقه کرده میشوی. ای محمد بدون که با تو جنگ خواهند کرد، بر ضد تو اعلان جنگ میکنند. و ورقه این هنگام گفت که ولی بدون که اگر آن روز را من دریابم، آن روز من باشم، با کمک الله تو را کمک خواهم کرد، یاریت خواهم کرد، دستت خواهم گرفت که همه آن روز آن را خواهد دانست، یاری من را بر تو. این هنگامی که ورقه سرش را به سوی پیامبر الله صلی الله علیه و سلم نزدیک کرد و پیشانی رسول الله صلی الله علیه و سلم را بوسید، آنگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم از نزد ورقه بیرون شد و بر خانه خود برگشت. سپس ابتداء تنزیل القرآن، آغاز نازل گردیدن قرآن، نازل شدن قرآن. قال ابن اسحاق میفرماید که فابتدأ الرسول صلی الله علیه و سلم بالتنزیل فی شهر رمضان، یقول الله تعالی. ابن اسحاق میگوید که آغاز نازل شدن وحی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان شروع شد، چگونه که الله سبحانه و تعالی میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این ماه مبارک ماه رمضان است که در این ماه قرآن نازل شد. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، که این ماه رمضان که ماه مبارک است که در اینجا قرآن نازل شد و این قرآن هدایت است برای مردم و دلیل های روشن است و راهنمایی آشکار است و جدا کننده بین حق و باطل است. و قال الله تعالی، و الله سبحانه و تعالی فرمود إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله فرمود ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و تو ای پیامبر از کجا بدانی که شب قدر چگونه شب است؟ به درستی که شب قدر از بهترین شب هاست، از 1000 ماه در بهتر و نیکوتر است. تنزل الملائکة والروح، اینجاست که ملائکه ها نازل شدن، فرود آمدن، و جبرائیل و روح فیها باذن ربهم من کل امر، اینجاست که ملائکه ها و جبرائیل علیه السلام با اذن و خواست الله سبحانه و تعالی در این شب فرود آمدند. سلام هی حتی مطلع الفجر، آن شب تا طلوع سحر تا صبح پر از صلح و سلامت و امنیت است. قال ابن اسحاق میگوید که ثم، سپس بعداً وحی به صورت پیوسته بر رسول الله صلی الله علیه و سلم ادامه یافت. وحی پیوسته به صورت پیوسته بر رسول الله صلی الله علیه و سلم این وحی ادامه یافت و او صلی الله علیه و سلم در حالی که ایمان به الله داشت و هر چیزی که از جانب او تعالی آمد با تمام کمال قبول میکرد، تمام بار این رسالت را بر دوش خود میگرفت، چی مردم راضی باشند چی راضی نباشند بر دوش گرفت این رساله را، زیرا این نبوت یک مسئولیت بزرگ و سنگین است که این نبوت را، این رسالت را جز پیامبری که روح استوار دارد با قوت و اراده الله سبحانه و تعالی با وحی او
قدم می‌نهد با یاری او سبحانه و تعالی و توفیق او سبحانه و تعالی این سختی ها را تحمل میکند، سختی های تحمل ناپذیر را که این پیامبران از جانب مردم دشواری ها را میبینند، سختی ها را میبینند، او را رد میکنند، نمیپذیرند از آنچه که الله بر این پیامبران نازل کرده است. این بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این راه نبوت ثابت قدم ماند. صرف نظر از تمام این مخالف ها، از تمام این ناعدالتان، از تمام این مشرکین سرکشان و طاغوتان، در راه الله سبحانه و تعالی در آزار و اذیت آنها ثابت قدم ماند، قوی شد. سپس اسلام خدیجه بنت خویلد، بشارت اول بعد نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم، اسلام آوردن خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها. می‌فرماید که آمنت به خدیجه بنت خویلد و صدقت بما جاءه من الله. خدیجه بنت خویلد رضی الله عنه با همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم با او ایمان آورد و آن چیزی که از جانب الله سبحانه و تعالی بر او نازل شده بود تصدیق کرد، سر فرود آورد و او صلی الله علیه و سلم بر پیامبری او سر فرود آورد و علاوه بر این او صلی الله علیه و سلم را یاری کرد در این سختی ها. اولین زن در اسلام، او خدیجه رضی الله عنها اولین کسی بود که به الله و رسولش ایمان آورد و پیام رسول الله قبول کرد و تصدیق کرد و تسلیم شد و با ایمان آوردن خدیجه رضی الله عنها به الله و پیامبرش رنج و علم و درد و غمها همه سبک کردید، همه پس سر شد. و هرگاه که رسول الله صلی الله علیه و سلم از مردم سخن ناسزا میشنیدن، سخن بد میشدن، او را رد میکردن یا او را دروغ میشمردن، که رسول الله صلی الله علیه و سلم را این سخن مردم، این سرکشی مردم بسیار غمگین میکرد و هنگامی که نزد خدیجه برمیگشت قلب پر از غم و غصه، این بود که الله سبحانه و تعالی با واسطه خدیجه آرامش و سبوکی را در قلب او میانداخت. خدیجه رضی الله عنها پیامبر صلی الله علیه و سلم را تسلی میداد، آرامش میکرد و استوارش میگرداند با سخنان نیکش. حقیقت بودن پیامبر را تصدیق میکرد و دل او را آرامش میبخشید با سخنان نرم. این بود که زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم باز خوشحالتر میشد، دلش آرام میگرفت، برایش آسان میگردید باز راه دعوت. الله سبحانه و تعالی از خدیجه رضی الله عنها راضی باشد و زنان را این گونه خدیجه صفت قرار بدهد که در تمام سختی ها با شوهرشان باشند، دست کمک یاری کنند و دست بگیرند. اگر خطایی شد آنها را پند بدهند، از راه گمراهی راه راست را راهنمایی کنند. اگر در راه راست بودند آنها را باز هم قوی‌تر بگردانند. ابن اسحاق میگوید که عن عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنهما قال رسول میگه از عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و رسول الله صلی الله علیه و فرمود امرت ان ابشر خدیجه بنت خویلد فی الجنه. میگوید که بر من امر شد، رسول الله میفرماید بر من امر شد که خدیجه را بشارت بدهم به خانه در بهشت. رسول الله این را گفته ایستاده است. بر من امر شد. کی امر کرد او را؟ الله سبحانه و تعالی پیامبر امر کرد که تو ای پیامبر بر این خدیجه بشارت بده که برای تو خانه است در بهشت، که این خانه از مرواردهای خالص بنا شده است، که در این خانه دیگر نه صدای غوغا است و نه رنج دیگر است. بشارت بر تو ای خدیجه. یعنی این قصری که برای خدیجه بشارت شد از مرواردهای خالص، یعنی از لؤلؤ خالص، جلو دهنده، بی غبار، صاف و پاکیزه، که طرف دیگرش رو میبینی. سپس میفرماید فترة الوحی و نزول سوره الضحى، توقف شدن وحی، قطع شدن مدت وحی و همچنین این هنگام نازل شدن سوره ضحى. قال ابن اسحاق میفرماید که ثم فتر الوحی عن رسول الله صلی الله علیه و فترة من ذلك حتی شق ذلك علیه فاحزنه. ابن اسحاق میگوید که پس از یک مدت وحی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم پس از این قطع شد، وحی قطع شد و این حالت برای رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار سخت شد و غم و غصه تمام وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم را فرا گرفت. و سپس جبرائیل علیه السلام با سوره ضحى نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و در این سوره الله سبحانه و تعالی
با پروردگاری خود قسم خورد، با پروردگاری خود قسم خورده که او را که به محمد صلی الله علیه و سلم کرامت بزرگ داده بودم، بر او کرامت بزرگ بخشیدم و به این الله سبحانه و تعالی او را آرام کرده. اینکه الله او را ترک نکرده است و از او هم نفرت نگرفته است، نفرت نکرده است که فرمود ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرة خیر لک من الاولی. نه، پروردگار تو را ترک نکرده است ای محمد، نه تو را دشمن گرفته است. و الآخرت خیر، و آخرت ای محمد جزای آخروی، جزای آخرت برای تو بهتر است از این دنیا دیده. یعنی الله او را نبریده است، رسالت را قطع نکرده است، نه محبت الله بر پیامبر کم شده است و دور هم نشده است. از زمان آنکه ای محمد الله تو را دوست گرفت، تو را واگذار نکرده است، تو را ترک نکرده است. ولسوف یعطیک ربک فترضی، ای محمد بزودی پروردگارت بر تو آنقدر احسان و خوبی خواهد کرد که خرسند خواهی شد، خوشحال خواهی شد. معنیش این است که آنچه که نزد الله متعال در بازگشت تو به سوی اوست برای تو بهتر است ای محمد از هر چیز دیگر دیده، از دنیا و آنچه که در دنیاست. الم یجدک یتیما فآوی، ای محمد آیا تو رو یتیم نیافتیم؟ آیا تو رو یتیم نیافتیم و بر تو پناهگاه دادیم، پناهت دادیم. و وجدک ضالا فهدی، ای محمد تو رو در گم یافته یافتیم، تو رو در گم شده یافتیم پس هدایتت کردیم. و وجدک عائلا فاغنی، ای محمد در حالی که تو رو نیازمند یافتیم و بی نیازت کردیم، تو رو ثروتمند دارا نمودیم. در این سوره مبارکه الله سبحانه و تعالی بر پیامبر یادآور می شود که او را از آغاز زندگی با کرامت و نیکبینی سرفراز گردانیدیم، از یتیمی رها ساختیم، در فقر بودی بر تو نعمت دادیم، نعمت بخشیدیم، در گمراهی بودی رهایت کردیم. در همه این حالاتها او را با رحمت خود فرا گرفتیم. سپس ابتداء فرض الصلاة، آغاز فرض گردیدن نماز، آغاز فرض گردیدن نماز. قال ابن اسحاق میگوید ان عایشه رضی الله عنها قالت، از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت نماز بر رسول الله صلی الله علیه و سلم در ابتدا دو رکعت فرض گردید. افترضت الصلاة علی رسول الله اول ما افترضت رکعتین، اولین باری که بر رسول الله نمازها فرض گردید این دو رکعت بود هر نمازه. ثم ان الله تعالی اتمها فی الحضر، سپس الله سبحانه و تعالی این نمازهای دو رکعت را کامل کرد در حضر، در غیر سفر 4 و اقرها فی السفر على فردیت الاولى رکعتین. پس این نمازهایی که 4 رکعت بودن آنها را در سفر 2 رکعت قرار داد. پس از این حدیث برمیاد که اولین وحی، اولین نمازی که بر دوش پیامبر فرض بود این چی بود؟ 2 رکعت نماز میخوندن. در بعضی از روایات 2 رکعت صبح و 2 رکعت بیگاه، در بعضی از روایات 2 رکعت بیگاه، با اون طرزی که میخوندن. قال ابن اسحاق حدثني بعض اهل علم، ابن اسحاق میگه بعضی از اهل علم بر من گفتند ان الصلاه حين افترضت على رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینکه نماز هنگامی که بر دوش پیامبر صلی الله علیه و سلم فرض گردید، اتاه جبریل علیه السلام، جبریل نزد رسول الله آمد و هو باعلى مکه، در حالی که پیامبر در بالاترین مکه بود. یعنی که هنگامی که نماز بر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرض گردید، جبرائیل نزد او آمد در بلندی های کعب مکه. جبرائیل علیه السلام بر نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد که در وادی از وادی ها در آنجا یک چشمه بود، چشمه از آب جاری شد. یعنی اینکه جبرائیل علیه السلام هنگامی که در بلندی های کعبه مکه، در بلندی های مکه به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم با پای خود زمین را خراشید، زمین را تکان داد. در این وادی از این زمین یک چشمه زده بر آمد. پس جبرائیل علیه السلام از آن آب وضو گرفت. یعنی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم طرز درست وضو گرفتن را تعلیم داد.
از آن آب وضو گرفت، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با او جبرائیل می‌نگریست، نگاه می‌کرد تا طرز درست طهارت را و نماز را بر او صلی الله علیه و سلم جبرائیل نشان می‌دهد. و سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم همان گونه که از جبرائیل دید طرز صحیح و درست وضو گرفتن را، خود نیز صلی الله علیه و سلم وضو گرفت، طهارت کردند. سپس جبرائیل علیه السلام با او صلی الله علیه و سلم قیام نمود، راست ایستادند و با نماز راست ایستادند و رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگام همراه جبرائیل نماز خواندند، پیوسته نماز گذاشتند. هنگامی که نماز به پایان یافت، به اتمام رسید، جبرائیل علیه السلام از نزد او دور شد گرفت. پس این نمازی که ما میخوانیم امروز، این نماز با فرمان الله سبحانه و تعالی از تعلیمات جبرائیل علیه السلام بر رسول الله صلی الله علیه و سلم است که به ما نقل می شود. سپس تعیین جبرائیل اوقات الصلاة للرسول، معین کردن وقت‌های نماز از جانب جبرائیل علیه السلام برای رسول الله صلی الله علیه و سلم، حتی وقت‌های نماز. قال ابن اسحاق عن ابن عباس قال، ابن اسحاق از ابن عباس روایت می‌نماید که گفت وقتی که نماز بر رسول الله فرض گشت، لما افترضت الصلاة علی رسول الله صلی الله علیه و سلم اتاه جبرئیل علیه السلام، هنگامی که نماز بر رسول الله فرض گردید، جبرائیل علیه السلام نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و صلی به الظهر حین مالت الشمس، او اولین نماز ظهر را با جبرائیل علیه السلام ادا کرد وقتی که آفتاب به سوی مغرب تمایل میکرد. پس از قیام بود، وقت نماز پیشین، پس از ظاهر شدن سایه انسان. سپس نماز عصر را وقتی که سایه او به قدری اندازه خودش شد، نماز عصر را گذاشتند با همراه جبرائیل. سپس نماز شام، نماز مغرب وقتی که آفتاب غروب کرد گذاشتند. سپس نماز عشاء، نماز خفتن وقتی که سرخی افق شفق ناپدید شد. این وقتا را جبرائیل با پیامبر تعلیم داد. سپس نماز صبح وقتی که صبح صادق طلوع فرمود، این را با پیامبر صلی الله علیه و سلم ادا کردند. ثم جاءه فصلى به الظهر، سپس می‌فرماید که جبرائیل علیه السلام نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و با او نماز ظهر را روز دیگر خواند. همچنین وقتی که سایه‌اش به مقدار اندازه خود بود، یک مقدار، پس با او نماز عصر را ادا کرد وقتی که سایه او 2 برابر رسیده بود. پس نماز مغرب را ادا کرده وقتی که آفتاب نشسته بود پشت کوه. پس نماز خفتن، نماز عشاء را خواند وقتی که 3 اول شب رسیده بود. سپس با او جبرائیل علیه السلام رسول صلی الله علیه و سلم نماز بامداد را خواندند وقتی که صبح صادق دمید ولی هنوز آفتاب هم طلوع نکرده بود. سپس گفت ای محمد، وقتی نماز میان 2 وقت امروزه و دیروزه است. تمام وقت‌های نماز را بر او صلی الله علیه و سلم تعلیم داد، یعنی وقت‌های نماز بین این 2 حد، اول و آخر، میانه قرار بده. این نماز را بگذار تا اینکه امتی تو بدانند که هر نماز را در کدام حد، در کدام وقت تو باید ادا نمایی و چگونه. ذکر ان علی ابن ابی طالب رضی الله عنه اول ذکر اسلم، اندر بیان ذکر آن که علی ابن ابی طالب اولین مرد است که اسلام آورد، اولین مردانی که اسلام آورد. ابن اسحاق میگوید که ثم كان اول الذکر من الناس آمن برسول صلی الله علیه و معه، میگه بعدن اولین شخصی که از مردان که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آورد و با او صلی الله علیه و سلم نماز گذاشت، نماز خواند، آنچه که از جانب الله سبحانه و تعالی بر او نازل شده بود و تصدیق کرد، این علی ابن ابی طالب است. علی ابن ابی طالب ابن عبدالمطلب ابن هاشم بود. الله سبحانه و تعالی از او خوشنود بود که علی رضی الله عنه در این حال، در این هنگام 10 ساله بود، پسر جوان. و از نعمت‌های الله سبحانه و تعالی بر علی رضی الله عنه این بود که پیش از اسلام در تربیت رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفته بود. او را رسول الله تربیت کرده بود، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم او را خودش پرورش نموده بود صلی الله علیه و سلم. سپس اسلام زید ابن حارثه ثانیاً، سپس اسلام آوردن زید ابن حارثه دومین کس. قال ابن اسحاق میگه ثم اسلم زید ابن حارثه، سپس زید ابن حارثه ابن شرحبیل ابن کعب ابن عبدالعزى القیس الکلبی، غلام آزاد شده رسول الله صلی الله علیه و سلم اسلام آورد. غلام آزاد شده رسول الله صلی الله علیه و سلم اسلام آورد.
او اولین مردی بود که پس از علی ابن ابی طالب اسلام را پذیرفت قبول کرد و با پیامبر صلی الله علیه و سلم علاوه بر این نماز خواند رضی الله عنهم. سپس اسلام ابی بکر الصدیق رضی الله عنه و شأنه، سپس اسلام آوردن ابوبکر صدیق رضی الله عنه و مکانت و مقام و جایگاه او. قال ابن اسحاق میفرماید که ثم اسلم ابوبکر، سپس ابوبکر صدیق اسلام آورد. ابوبکر ابن ابی قحافه اسلام آورد و نام او عتیق بود و اسمه عتیق، نام ابوبکر صدیق عتیق. ابن اسحاق میگوید که فلما اسلم ابوبکر، هنگامی که ابوبکر صدیق اسلام را پذیرفت، اسلام را قبول کرد، اظهر اسلامه و دعا الی الله و الی رسوله. هنگامی که ابوبکر صدیق اسلام را پذیرفت، اسلام را قبول کرد، تسلیم فرمان الله شد، آن را آشکار کرده بین مردم و مردم را به سوی الله و رسولش دعوت نمود. صدیق این امت و کان ابوبکر رجلا، میفرماید که معلوفا فی قومه، اینکه ابوبکر صدیق مرد بود دوست داشته در نزد قومش. مردم او را دوست می داشتند. اخلاق نیکو داشت، سیمای نیکو داشت، سخاوتمند و خیر داشت. یک شخص بود نرم گفتار، خوش اخلاق، با محبت. و این ابوبکر صدیق از همه بیشتر به شناخت و دانش نسب قریش آگاهتر بود. نسب قریش خوب میفهمید، خوب میدانست، چی از خصلت‌های نیک، چی از بدیهای آنها، از همه چیز با خبر بود. و ابوبکر صدیق یک مرد تاجری بزرگی بود، یک مرد تاجری بزرگ و صاحب احترام بود رضی الله عنه. اخلاق نیک داشت، در بین مردم با خوبی ها شهرت داشت و مردان قومش نزد این ابوبکر صدیق می آمدند و با او می نشستند، زیرا او را مرد دانا می دونستند، صاحب عقل و خرد، تجارتمند، خوش معامله. پس ابوبکر صدیق رضی الله عنه با دعوت به سوی الله سبحانه و تعالی، هنگامی که اسلام را پرداخت، اسلام را قبول کرد و به هر شخصی که از قومش اعتماد بر او باوری داشت، از نزدیکانش با او می نشست، او را دعوت میکرد به سوی اسلام. در حالی که چندین نفران با دست ابوبکر صدیق در اول اسلام مردند. می‌فرماید که ذکر من اسلم من الصحابه بدعوت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، در بیان ذکر یاری پیامبر صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق که با دعوت ابوبکر صدیق مردم اسلام را قبول کردند. ابن اسحاق میگوید که اسلم بدعوته فيما بلغني عثمان ابن عفان، میگه اسلام آورد با دعوت ابوبکر صدیق در آنچه که بر من رسیده است. عثمان ابن عفان، زبیر ابن عوام، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، طلحه ابن عبیدالله و جاء بهم الى رسول الله صلی الله علیه و سلم. هنگامی که همه این صحابگان کرام، این بزرگان اسلام آوردن، همه اینها را نزد رسول الله آورد. ابوبکر صدیق همه اینها را نزد رسول الله آورد. چون دعوت او را پذیرفتن، همه اسلام آوردن و همه در آنجا نماز خواندند، نماز گذاشتند. و کان رسول صلی الله علیه و سلم یقول فیما بلغنی. ابن اسحاق میگوید که آنچه که برای من رسیده است، رسول الله میگفت. چی میگفت؟ ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت فيه عنده كبوة. میگوید که من هر کسی را که به اسلام دعوت کردم، در او اندیشه و سستی و تفکر طولانی دیدم. یعنی هر کسی را که به سوی اسلام دعوت میکردم و فکر میکرد، اندیشه میکرد، در آن سستی میکرد یا که بی‌پروایی میکرد، یعنی دیر دعوت را قبول میپذیرفت. اما ابوبکر ابن ابو قحافه نه اندک تأخیر کرد، نه دودیله شد. وقتی که اسلام را بر او ذکر نمودم، بدون چون و تردید در حال پذیرفت اسلام را، قبول کرد، داخل اسلام شد، در حال تصدیق کرد این رساله را. مرق صدیق این امت است. ابن هشام میگوید که تأخیر نکرد و تأخیر نگذاشت. بعداً ابو عبیده ابن جراح، ابو سلمه، ارقم ابن ابو ارقم، عثمان ابن مزعون و دو برادرش عبدالله ابن معاذ و همچنین عبیده ابن حارث، زید ابن عمرو و همسرش فاطمه بنت خطاب، همچنین اسماء بنت ابوبکر، عایشه بنت ابوبکر، همه اینا چه کردن که هنوز کوچک بودن، اسلام را پذیرفتند، قبول کردن اسلام را. همچنین حبان ابن ارات. ابن اسحاق میگوید که میفرماید بعداً عمیر ابن ابی وقاص، برادر سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه و همچنین عبدالله ابن مسعود نیز اسلام را پذیرفتند. دیگر اسلام منتشر شدن گرفت، هر کس دیگر اسلام را قبول کردن گرفت. رضی الله عن الجمیع، الله از همه آنها راضی بود. توفیق میطلبیم، کمک میخواهیم که بر ما کمک بدهد، توفیق بدهد، یاری بکند، زنده بدارد تا که این زندگی نامه پیامبر، زندگی نامه صحابه و این کتاب اهل علم را، زندگی نامه زیبای آنها را، اسلام نیکوی آنها را بر دیگران معرفی کنیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیه.